مسئولین وزارت کارهای داخلی اتهام‌های نو علیه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده را شرح دادند. به گفته مقامات، عبدالستار پیر محمدزاده به افراط‌گرایی گمانبر می شود. این روزنامه‌نگار روز 9 ایول با اتهام اطاعت نکردن به کارمندان پلیس بازداشت شده بود. عبدالستار پیر محمدزاده برای صادر کردن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی داشته با ماده 307 علاوه 1 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد، تفتیشات پیشکی ادامه یافته. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده اتهام اعلان کرده مقامات را بی اساس می دانند. یکی از خویشاوندان این روزنامه‌نگار گفت 11 روز می شود که پیر محمدزاده را ندیدند و نمی دانند که او چه احوال دارد. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه‌های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظرانی را به داد آمده است. قضیه روزنامه‌نگار دیگر عبدالله غربتی هم در این نشست بحث شد. روزنامه‌نگاران پرسیدند که غربتی با کدام اتهام گمانبر دانسته می شود. پاسخ مقامات چنین بود: غربتی برای استفاده زورآوری با مقابل نماینده حاکمیت دولتی و تأخیر او، اینچنین برای عذابی و تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام 28 پرونده جنایت آغاز شد. عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی مأموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به زورآوری نسبت کارمندان پلیس گمانبر می‌دانستند، اما پیوندانش به بیگناهی او تاکید داشته گفتند عبدالله چگونه در داخل اداره پلیس به کارمندان مقامات حمله کرده است. عبدالستار پیر محمدزاده و عبدالله غربتی که با اتهام‌های مانند بازداشت شده بودند، اکنون در روبروی عیب‌نامه‌های جدی‌تر قرار گرفتند. غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود و اینها همه تهمت‌های بی اساس و ساخته هستند. در 2 ماه اخیر مقامات 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک را بازداشت کردند. سازمان‌های حامی حقوق از بدتر شدن وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند روزنامه‌نگاران بازداشت شده را رها کنند.